بذار یه چیزی رو بهت بگم. خیلی دنبال کتاب موفقیتن، بعضیا دنبال سمینارهای گران قیمت و بعضی هم فقط توی سوشال مدیا ویدیوهای انگیزشی میبینن. ولی راستشو بخوای گاهی یه فیلم میتونه بیشتر از 1000 تا کتاب و سمینارهای گران قیمت بهت انگیزه بده و مسیرت رو عوض کنه. امروز میخوام 5 تا فیلم بهت معرفی کنم که اگه دنبال موفقیتی به هیچ وجه نباید از دستشون بدی. ولی هممون خوب میدونیم فقط با دیدن فیلم نمیتونیم به موفقیت دست پیدا کنیم. من آخر هر ویدیو یه سری نکته بهتون میگم که این نکته واقعا زندگی منو عوض کرد. از آدمی که از صبح تا شب توی سوشال مدیا فقط با دیدن ویدیوهای انگیزشی انگیزه میگرفت، رسیدم به آدمی هدفمند که میدونم واسه زندگیم باید چیکار کنم. بس با من تا آخر این ویدیو همراه باشید تا شاید این نکته‌هایی که من بهتون میگم یه روزی به دردتون بخوره و خوشحال میشم حتی یه نفر این نکته‌ها رو گوش بده. فیلم در جستجوی خوشبختی با بازی ویل اسمیت نه فقط یه فیلم بلکه یک مشت محکم به صورت ناامیدیه. تصور کن جیبت خالیه، خونت از دست رفته و فقط یه بچه تو بغل داری. اگه تو باشی میجنگی یا میبازی؟ این داستان مردیه که جوابش دنیا رو تکون داد. کریس گاردنر فروشنده‌ایه که شکست خورده، همسرش میره، پولی نداره و شبها با پسرش توی پناهگاه ها میخوابه. ولی یه فرصت طلایی میبینه، کارآموزی توی کارگزاری بورس بدون حقوق. حالا یه سوال از شما میپرسن، حاضری همه چیو برای یه شانس شرط ببندی؟ اگه کریس گاردنر باشه میگه آره. روزا با کت و شلوار ساده کار میکنه، شبها توی صف پناهگاه میایسته، حتی تو سرویس بهداشتی ایستگاه جلوی در قفل شده پسرشو بغل میگیره و گریه میکنه. با زمان میجنگه، تماس ها رو فشرده میگیره، هیچ لحظه ای رو هدر نمیده و رقباش قوی ترن. اما کریس یه چیز داره، ترس از شکست، و این ترس رو رام کرده. روز مصاحبه میرسه با چشمای خسته ولی قلب محکم، میگه من فقط یه فرصت میخوام. و جوابی که میشنوه اینه که میگه از فردا میتونی شروع کنی. اون بیرون میاد، اشکاشو پاک میکنه و دست پسرشو میگیره. اینجا لحظه‌ایه که میفهمیم خوشبختی پیدا نمیشه، خوشبختی رو باید به دست آورد. حالا نوبت شماست. اگه فقط یه شانس بهتون بدن حاضرید چی پرداخت کنید؟ حتما توی کامنت ها به هم بگید. حالا من یه سوال از شما دارم. اگه جای جردن بلفورد بودی جلوی وسوسه پول وای میستادی یا نه؟ حتما نظرتو واسم کامنت کن. Mark! Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. How about now? You still wired in? Call security. You issued 24 million new shares of stock. You were told that if new investors How came much were along... your shares diluted? How much were his? های حقوقی و در نهایت پسر که میخواست دنیا رو وصل کنه خودش از همه جدا شد. آخر فیلم مارک تنها پشت لپتاپ نشسته در حالی که بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا رو ساخته، اما منتظر تایید دوستی از همون دختریه که همه چیز از اون شروع شد. سوال اینجاست، آیا مارک برنده شد یا بازنده؟ به نظر تو چی مهمتره؟ ساختن یه امپراتوری یا حفظ آدمایی که دوست دارن؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و من بهشون پاسخ میدم. فیلم ویل هانتینگ نابغه با بازی مت دیمون و رابین ویلیامز قصه نابغه گم شده و روانشناسی که سعی میکنه زخمای پنهانش رو درمان کنه. ویل هانتینگ یه کارگر نظافتچی توی دانشگاه MITه. یه روز معمای پیچیده ریاضی که هیچ کس نمیتونه حل کنه رو روی تخته مینویسه و همه شوکه میشن.
یه نابغه وسط جمعیت ساده. اما پشت این هوش عجیب یه حقیقت تلخه. خشونت‌های کودکی، ترس از صمیمیت و فراری بودن از هر تعهدی. دادگاه تهدید به زندانش میکنه. تنها راه نجات کار با یه روانشناس به اسم شانه. اینجا نبرد اصلی شروع میشه. نه با معادلات ریاضی، بلکه با دیوارهای ذهنی ویل. شان بهش یاد میده نابغه بودن کافیه برای حل معادلات، اما برای حل زندگی باید دل باز کنی. دیالوگ معروف اشتباه تو نیست. شان این جمله رو بارها تکرار میکنه تا بالاخره ویل میشکنه و اشک میریزه. اینجا میفهمیم بزرگترین معمای ویل خودش بود و در نهایت ویل تصمیم میگیره زندگیشو خودش انتخاب کنه، عاشق بشه، حرکت کنه و نترسه. این یعنی خوشبختی و نه باهوشترین بودن، بلکه شجاعترین بودن. تو چی فکر میکنی؟ مهمتر باهوشترین آدم اتاق باشی یا کسی که جرأت دوست داشتن داره؟ حتما نظرات تو کامنت کن. فیلم راکی با بازی سیلوستر استالون یکی از الهام بخشترین فیلم های تاریخ سینماست. قصه مردی که نشون داد قهرمان بودن یعنی ایستادن حتی وقتی زمین میخوری. راکی یه بوکسور درجه 3 توی باشگاه محلی مبارزه میکنه و به زور خرجشو در میاره. اما یه روز تلفن زنگ میخوره. پیشنهاد مبارزه با آپولو کریگ، قهرمان شکست ناپذیر دنیا. اما همه فکر میکنن این یه شوخیه. چطور یه آدم گمنام مقابل قهرمان بزرگ میتونه دووم بیاره؟ اما راکی نمیخواد قهرمان رو شکست بده، فقط میخواد ثابت کنه میتونه دووم بیاره. تمرین های سخت، دویدن روی پله‌های فیلادلفیا، مشتای خونین و فریاد معروفش، آدرنالین این صحنه ها رو تبدیل کرد به سمبل تلاش تا سرحد مرگ. زنگ مسابقه به صدا در میاد. آپولو مشتای پشت سر هم میزنه. راکی زمین میخوره، اما هر بار بلند میشه. تماشاگرها دیوونه میشن. حتی آپولو باور نمیکنه کسی بتونه این همه ضربه رو تحمل کنه. راکی مسابقه رو نمیبره، اما قهرمان میشه، چون نشون داد ارزش زندگی به برد و باخت نیست، بلکه به اینه که وقتی زمین میخوری دوباره بلند چی. شما چی فکر میکنید؟ قهرمان واقعی کسیه که همیشه برنده است یا کسیه که هیچ وقت تسلیم نمیشه؟ خب برسیم به نکته‌ای که زندگی منو تغییر دادن. اما قبلش میخوام بهتون یه چیزی بگم. واقعا آدم با دیدن اینجور فیلم ها بهش انرژی و انگیزه زیادی میده. ولی خب همونطور که میدونید فقط با دیدن فیلم نمیتونی به موفقیت دست پیدا کنی. این دو نکته‌ای که میگم واقعا واسه من خیلی تاثیر گذاشت و امیدوارم رو تو زندگی شما هم تاثیر بذاره. اولین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم نوشتن. بچه‌ها وقتی یه چیزی رو که بهش فکر میکنی و بنویسی و جلوی چشمت باشه و هر روز بهش نگاه کنی، ناخودآگاه نمیتونی ازش فرار کنی. ما معمولا اینطوریم که با انگیزه کار میکنیم. وقتی انگیزه و انرژیمون بالا باشه میتونیم همه کار کنیم، ولی وقتی انگیزه و انرژیمون میاد پایین حال و حوصله هیچ کاری رو نداریم. ولی اگه اون هدف که تعیین کردی و بنویسی و جلوی چشمت باشه و هر روز نگاش کنی، ناخودآگاه همش بهت انرژی مثبت میده و از زیر کار در نمیری. و نکته دوم اینه که بچه من نشستم با خودم حرف زدم، برنامه ریزی کردم، گفتم آقا من با خودم چندم و واسه خودم هدف تعیین کردم. حالا هدف هر کسی واسه خودش متفاوته. هدفهای بلند مدت و کوتاه مدت. سعی کنید هدفهای کوتاه مدت رو اول بذارید. کوتاه مدت منظورم این نیست که بری بگی من 2 ماه دیگه یه دونه ماشین میخرم یا یه خونه. نه اینطوری نه، خیلی جزئی، خیلی کوتاه باشه. مثلا شاید باورتون نشه هدف کوتاه مدت من یکی این بود که هر موقع از خواب بیدار میشم تختم مرتب کنم
و وقتی هر ماه از خواب بیدار می شدم تختم مرتب می کردم یه انرژی و انگیزه خیلی زیادی بهم تزریق می شد و وقتی چند روز این کار انجام دادم شد عادت. و واقعا میگم وقتی هدف کوچیک بر خودتون تعیین میکنید و اون انجام میدید، ذهنتون ناخودآگاه از حالت تنبلی برمیگرده به حالت دیسیپلین، به حالتی که نظم داره و اون موقع است که میتونید رو هدف بلند مدتتون تمرکز کنید. خب زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خیلی خوشحال شدم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم بتونم ویدیوهای خیلی با کیفیت و بهتری بهتون ارائه بدم و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. بدرود.